بسم الله الرحمن الرحیم. امشب در واقع وارد یک شنبه شدیم، وارد 29 شهریور 1394. ما الان توی طبقه دوم این پلی هستیم که توی وسط در واقع مسجد الحرام ایجاد کردن برای طواف و سیل جمعیت هم شما الان می‌بینید که دقیقاً شلوغ خود طبقه اصلی هم توی این طبقه وزیرستان هم خالیه. ایشون هم کسی نیستن جز حاج آقا محسن حسنی کارگر. خدمتشون هستیم و قبول باشه خاطباتتون. همچنین خاطبات شما قبول باشه جناب استاد حسن آقای دانش. جاتون خالیه ایشون هم آقای همونه استاد دانش هستن. سلام حاج مسعود. سلام. مخلصم. قربون شما. کجاین شما؟ جا. سلام ما رو برسون. خدا